سلام، روزتون بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. خودتون رو معرفی میکنید؟ من صبحان شیخپورم، ورودی 97 رشته دامپزشکی. وقت شما هم بخیر. حسام حسینی هم دانشجوی ارشد باکتری. سلام، وقت شما هم بخیر. یاسمن بازیپور هستم، ورودی 97 رشته دامپزشکی. سلام، احمد رضا واخشایی هستم، اینترن دانشکده دامپزشکی شیراز. سلام، وقت شما هم بخیر. الیا گنجون هستم، ورودی 1400 دامپزشکی. سلام، قربون شما. من احسان احمدی اردکانی، رزیدنت ماماییم. بنده مجید شفیعی، رزیدنت داخلی. بنده فرامرزی هستم، رزیدنت تولیدمس مامایی. سلام، خیلی ممنون. من محمد حسین حاجتی هستم، رزیدنت بخش پرندگان. آیا میدونید دانشکده در چه سالی تأسیس شده؟ 48. تو دوران دانشجوییتون چیزی در مورد تاریخچه دانشکده شنیدید؟ یادم اون اوایل که اومدیم تو سخنرانی‌ها به یه چیزای اشاره می‌کردن، ولی خب چیز خاصی نمیدونم. نه. حقیقتا اطلاع فقط از این دارم که دانشکده سال 1348 ساخته شد و دیگه اساتیدی که قبلا بودن و بازنشسته شدن و متاسفانه فقط تنها اطلاعاتی که دارم اینه که دانشکده در زمان پهلوی ساخته شده، نه بیشتر. خیلی نشنیدم ولی مشتاق هستم که بدونم. به شخصه شناخت تاریخچه دانشکده برای شما اهمیتی داره؟ شخصی مثلا برای خود من خیلی زیاد مهم نبود، فقط میدونستم دانشگاه شیراز تو انتخاب محل تحصیلم فقط میدونستم که اینجا یکی از قدیمی ترین دانشکده دامپزشکی ایرانه، در کنار تهران و ارومیه. 100%. اگه تا الان بهش پرداخته نشده به نظرم مفید است که یه وقتی رو به این قضیه اختصاص بدیم. 100% خیلی بهتر که داشته باشیم. نه سود داره نه ضرر. نه، هرگز سوال پیش نیامد. آیا شخصی که تصویرش رو میبینید رو میشناسید؟ خیر. نه نمیشه. خیر، نه ندیدم تا. نظرم این بود که یکی از شهدای دامپزشکی هن، ولی گفتیم کراوات هم دارن که نمیشه. نه نمیشه. ایشون فکر میکنم دکتر افشار هستن. تو میشناسی؟ نه. من آشناس، دفتر دکتر فاطمی دیدم. مؤسس دانشکده است دکتر افشار. اسم دکتر احمد افشار تا به حال به گوشتون خورده؟ نه نشنیدم. نه متاسفانه. دکتر افشار رو شنیدم ولی بازم نمیدونم چی کاره بوده. نه. ممنون از وقتی که گذاشتین. ممنونم. سلامت باشید. خواهش میکنم. شما چطور؟ آیا دکتر احمد افشار رو میشناسید؟ دکتر احمد افشار بنیانگذار و اولین رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز در تاریخ 11 مهر ماه سال 1316 در تهران دیده به جهان گشود. پدرش علی افشار کارمند اداره دخانیات بود و مادرش رقیه نام داشت. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در سال 1333 برای ادامه تحصیل در رشته دامپزشکی وارد دانشگاه تهران شد.
دکتر افشار پس از اخذ مدرک دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه تهران در سال 1339 برای تحصیل در رشته دکترای تخصصی ویروس شناسی دامپزشکی به انگلستان عزیمت کرد و در دانشگاه ردینگ به ادامه تحصیل پرداخت. پس از بازگشت به ایران در سال 1344 ابتدا مدتی به عنوان مسئول آزمایشگاه در بیمارستان ارتش مشغول به کار شد و سپس به عنوان مشاور پژوهشی و مسئول آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز استخدام گردید. وی در سال 1346 به عنوان دانشیار به عضویت هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران درآمد و در بخش میکروبیولوژی آن دانشکده به تدریس مشغول شد. دکتر افشار در سال 1348 به منظور تأسیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز به عنوان دومین دانشکده دامپزشکی کشور رهسپار شیراز گردید و سرانجام با تلاش‌های او و همکارانش دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز در همان سال با 1 عضو هیئت علمی و 8 دانشجو آغاز به کار نمود. دکتر افشار در مدتی که به عنوان اولین فرد ریاست دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز را عهده‌دار بود، تلاش‌های زیادی برای پیشرفت دانشکده هم در بعد عمرانی و هم در بعد آموزشی نمود که از میان آنها می‌توان به ساخت ساختمان‌های گروه علوم پایه، پاتوبیولوژی، علوم درمانگاهی و ساختمان مرکزی سابق که اکنون به عنوان آزمایشگاه مرکزی از آن استفاده می‌شود و همچنین جذب اساتید کارآمد داخلی و خارجی و بورسیه نمودن دانشجویان اشاره کرد. این استاد برجسته ویروس شناسی دامپزشکی در سال 1360 ایران را به مقصد اروپا ترک کرد و پس از اقامت کوتاهی در انگلستان راهی کانادا شد. وی در کانادا به عنوان استاد به بخش ویروس شناسی دانشگاه کبک راه یافت و در آنجا به مدت 16 سال به تدریس و تحقیق مشغول شد. سپس در سال 1998 میلادی به عنوان مدیر پژوهشی به عضویت آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا درآمد و تا سال 2006 در این مؤسسه به تحقیق و انتشار مقالات علمی پرداخت. دکتر افشار در خلال این سالها چند بار به ایران سفر کرد و از دانشکده‌های دامپزشکی تهران و شیراز بازدید نمود. دکتر افشار پس از بازنشستگی از مشاغل دولتی نیز همچنان به پژوهش و تحقیق در زمینه ویروس شناسی و شرکت در کنگره‌های بین‌المللی اهتمام می‌ورزید تا اینکه در سالهای پایانی عمرش به بیماری آلزایمر مبتلا شد. سرانجام دکتر احمد افشار مؤسس و اولین رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز در روز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 مقارن با 12 می 2021 پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با بیماری آلزایمر دار فانی را ودا گفت. روحش شاد و یادش گرامی باد. هستی چه بود قصه پر رنج و ملالی، کابوس پر وحشتی آشفته خیالی. ای هستی من و مستی تو
افسانه ای غم افزا تو فرصتی که تو لذتی بریم از شب وصالی نصیبم بود درد بی‌نهایت چنان نی ندارم سر شکوه و شکایت چرا این غمین اقامت گزین به درگاه می فروشان گریز از مهم چون من ساغری بزن ساغری بنوشان هستی چه بود قصه پر رنگ